Ходжамкулов бишнавед. پس از وفات سید مراد خواجه، برادران صدرالدین تدریجاً شفا می‌یابند و خوف مرگ از آنها دورگشتن می‌گیرد. ولی سید محی الدین خواجه، سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه حالا هم آزادانه و مستقلانه به پا خیسته و راه گشته نمی‌توانستند. احوال مادرشان زیورای نه روی به بهبودی می آورد، بلکه روز تا روز بدتر می شد. وزنینی و نگاه و بینی سه برادر و مادر به ذمه صدرالدین افتاده بود. از همین سبب صدرالدین با مصلحت آدمانی با تجربه و کمپیران و موسفیدانی حیات دیده، مرغانی در خانه اشان بوده را یگان یگان کشته، هر مرغ را 3-4 مراتبه شوربا کرده، هم به مادرش و هم به برادرانش می خورند. به همه اینها نگاه نکرده در سلامتی مادرشان زیورای بهبودی پیدا نگردید. در همین وقتی تنگی و وزنینی احوال سلامتی مادری صدرالدین، یکی از تقایهایش علی خان با یک نفر همدیهه‌شان از محله بالا به ساکتری آمده خبر می آورد که زن خودش و زنهای دیگر برادرانش همگی از سرایت وبا مردند. خود علی خان هم بیمار شده قدر خود را بهتر حس نموده، برای خبرگیری همشیره‌اش زیورای و خواهرزادگانش سید محی الدین خواجه، سید سراج الدین خواجه، سید کرام الدین خواجه و صدرالدین پرستار آنها آمده است. علی خان احوال سلامتی همشیره‌اش را وزنین و سنگین و خوفناک دیده، او را به خانه خودشان به دهه محله بالا به نزد پدر و مادرش، بابا کلان و مادر کلان صدرالدین و برادرانش میبرد. عینی بعدها لحظه های وداعی آخرین خیش را با مادرش این طور به قلم داده است: از رفتن مادرم چگونه و به چی درجه متأثر شدن برادرانم را نمیدانم، اما دل من بسیار ویران شد. میخواستم با های های گریه کنم، اما برای تشویش ندادن بیمار از آواز براری خودداری کردم. لیکن از چشمانم مثل شیشه سوراخ شده آب میریخت. چشمم به چشم مادرم افتاد. از چشمان نیم مرده او هم قطره های بسیار خردی سریشک بروی زب زرد شده باریک گردیده رفتش میشارید. در این حال با آوازی خفیف به هزار درایی گفت: صدرالدین عینی، کلیات جلد 1 صفحه 22. در عرفه سال تحصیل 1889 1890 سید محی الدین خواجه پرره صحت نشد. بنابر همین او تیر ماه همان سال 1889 به بخارا برای تحصیل به مدرسه رفته نتوانست. ولی نگاه و بین و مخصوصاً شوربای مرغ که یگانه غذایی به آنها قوت بخشنده بود، پخته خورانیدن طعام‌های امکان پذیر از جانب صدرالدین تدریجاً به سید محی الدین خواجه، به سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه قوت بخشیده آهسته آهسته آنها را به پا خیزاندند. از چنین مهربانی و غمخواری، رفتار و کردار و معامله و مناسبت صدرالدین معلوم می گردد که او از سن کودکی و نورسی در روح انسان دوستی، مهنت دوستی، غمخواری و همدردی و همراهی به آدمان
مخصوصاً به برادران و مقربان خود تربیت یافته بوده است. مثلا او دائما مادری بیمارش را نگاه و بین می کند و یا تا نفس آخرین حیات پدرش از نزد او دور نمی شود، یا اینکه تا آنی که هر سه برادرش کاملا طبابت نمی یابند ساعت خود را از نزد آنها دور نمی گیرد. صدرالدین در چنین لحظه های پرمشقت و سیر مهنت و پرتهلوکه و فاجعه‌ای دائما جواری های پدرش کشت کرده را نگاه و بین می کند و حتی به جواری های گویی و به جمع آوری سرهای جواری های پخته رسیده نیز مشغول می گردد. از جمله وی با مصلحت استا عمک استا خواجه بعد از سفید شدن سرهای جواری آنها را پیش شکسته غن کردن می گیرد. آن وبا و مراموری ها تابستان سال 1889 بسری همه آیله های مردم قلمرو امارت بخارا از جمله اهل و عیال و خویش و تباران و اولاد صدرالدین عینی بدبختی و فاجعه های زیاد آوردند. از جمله اگر برای عینی نورس وفات تقایی با معرفت و علم دوستش ملا دهقان و زنهای همه 5 تقاییش حادثه خیلی پرعلم و پرسوز و گداز باشد، فوت پدرش سید مراد خواجه و بعدتر در آخر تیر ماه سال 1889 در دهه محله بالا از عالم چشم پوشیدن مادرش زیورای، رنج و درد، غصه و کلفت، غم و اندوه و یأس و علم او را 10 چند و 100 چند زیاد نموده بودند. همین طور صدرالدین تا آخر تیر ماه سال 1889 نه تنها از والدین از پدر و مادر خود محروم گردید، بلکه به سبب بی مددگار و حامی ماندنش و نادار و قشاق بودنش خوفی برای خواندن به مدرسه به بخارا رفتن نتوانستنش به وجود می آید. خود عینی بعدها در یادداشت‌ها یکی از آن روز و ماه‌های پریأس و پرعلم و پرعذابی از سر گذرانیده اش را به خاطر آورده چنین نوشته بود: باز 3 بچه آمد و یکی از آنها به من گفت تو برای وا بیمگویی به محله بالا نرفتی؟ این سخن یک دیگ آبی جوشان بود که به سری من ریخت، یا سنگ آسیا بود که بر سری من گردیده تمامی اعضای بدنم را آردوار ساییده پرتافت. من فهمیدم که مادرم مرده است و این بچه از کجا باشد شنیده آمده است و به من به همان طرزی افاده‌ای که به عقیده خودش شاعرانه و بالایش پوشیده است فهماندن خواسته است. اما به چشمانم آب چرخ نزد، گویا مرا با آن سخن در آتش انداخته گداخته باشد همه نمو تریهای بدنم خشکیده بودند. من فکر می کردم اکنون چیکار می کرده باشم؟ در 12 سالگی، در اصل در 14 سالگی صاحب تبرف، هم بی پدر و هم بی مادر، برادران بیمار، اکم سید محی الدین خواجه باشد هر وقت سلامت یابد به خواندن می رود و دادرهای خردسال را هم باید من سراوانی کنم. خواندن و آن خواندن که خود می خواستم و پدر در نفسی واپسینش وصیت کرده بود چی می شود؟ صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 177.
حتی در همین گونه لحظه های پریأس و علم و پرغم و اندوه بسر صدرالدین خردسال آمده، اندکی هم باشد برای روی آسایش را دیدن و تسلی عقل و دل یافتن به او بیت زیرین یک غزل بیدل که پدری مرحومش در لحظه های مشکلی زندگی هر روزش گشته و برگشته زمزمه کردن آن را دوست می داشت مددگار می شود. یعنی در همین وضعیتی سنگین باز پدری بزرگوارش به مددش می آید. بعد از آن تنهایی خود را و خصوصا جدایی پدر و مادر را که یگانه غمخواری مهربانی من بودند حس کردم و دیگر باره لشکری اندوه و علم به من هجوم آورده تمام خواصم را فرا گرفت. آرزو می کردم که کاری شده همه این غم و کلفتها هرچند یک چند دقیقه هم باشد از یادم برآید و من هم اندکی روی آسایش را بینم و با خواهش این آرزو بیت زیرین یک غزل بیدل را که پدرم در این گونه موردها بسیار می‌خواند به یاد آوردم و با آوازی پست حزین زمزمه کردن گرفتم. ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی، باز اندوه دلی غم پرورم آمد به یاد. صدرالدین عینی، کلیات، صحیفه 178. وضعیتی وزنین و مشکل، احواری سنگین و پرمشقت و مصیبتی پرسوز و گدازی صدرالدین 14 ساله پس از فوت آخرین شخصی محبوب ترینش مادرش به مغز و استخوان او کار کرده بودند و مغز جان او را می سوزاندند. غم و غصه و عذابش را بی اندازه زیاده می گرداندند. صدرالدین در آن شب و روز روشن می فهمد که جای گم کردگان نزدیکش را کسی پور و عوض کرده نمی تواند و خوب درک می نماید که زندگی با راه و مجرای خود رفتن می گیرد. از همین سبب او لازم می داند که تیزتر قرض یلداشبای و قرضهای دیگر را که در روزهای دفن پدرش گرفته بود و یا گیرانده بودند کند و اگر تواند و امکان یابد در پی و فکر خواندن در مدرسه بخارا شود. در این لحظه های قرض کنی صدرالدین با یارمندی هم خری خودشان و هم خر و اسب همسایگان و بچگان دیهی ساکتری جواری کشته‌اش را که حاصلی بلند داده بود کوفته، غلبیر و چاش می کند. او از آن حاصلی جواری 15 من 120 پودش را با نرخی 10 تنگه 150 تین برای هر یک من بهر قرضی گور و کفنی پدرش به یلداشبای برمی گرداند که آن قرض همگی 125 تنگه را تشکیل می نمود. عینی 25 تنگه باقی مانده را به دیگر قرض دهندگان میده برمی گرداند و با همین خود را از قرضی گور و کفنی پدرش رها می نماید. عینی تفصیل این قرض کنی را در مختصری ترجمه حالی خودم به طور ذیل به قلم داده است. جواری را با یارمندی خر و اسب همسایگان و بچگان دیه کوفتیم
و غلبیر کرده چاش کردیم. ما از همه اول از چاش به غلبیر تخمیناً برکشیده 15 من 120 پود به یلداشبای برای قرض گور و کفنی پدر دادیم. میان روان هر یک من 8 پود جواری را 10 تنگه 150 تین نرخ کردند. در بازار نرخ یک من جواری 12 تنگه باشد هم برای از سر خیرمن با جوال و اسب و خری خود برداشته بردنش 2 تنگه کم کردند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 180. با همین راه صدرالدین دایما هم در پی کندن قرضهای خود و قرضداران و هم تیاری برای تحصیل در مدرسه می شود و طرز و اصولهای حل آنها را جستجو می کند. بعد از برای گور و کفن برگردانیدن تمام آن قرضها، صدرالدین جواری باقی مانده سفید را که تخمیناً 5 من 40 پود را تشکیل می نمود و کوکباشی بیبرکش را که آنقدر کم نبود به خانه برده برای آینده ذخیره می کند. بعد از 1 هفته تقاییش علی خان که مادری صدرالدین را در وقت بیماریش به محله بالا برده بود، از دهه محله بالا و دهه ساکتری آمده برای برداشتن و برگردانیدن خرج مرده مادرشان از خواهرزادگانش سید محی الدین خواجه، صدرالدین، سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه 100 تنگه طلب می کند. برادران خواهرزادگان فوق هر من کوکباش را 5 تنگگی 75 تینی حساب کرده به علی خان تقاییشان برای خرج دفن مادرشان زیورای می فروشند که آن کوکباش همگی 20 من 160 پود را تشکیل می نمود. به همه اینها نگاه نکرده در حولی آنها باز کوکباشی سرهای نیمرس و تمام سفید نشده جواری بسیار ماند که در زمستان خرشان آن را با سیری و پوری خورد. عینی بعدها می نویسد که در سال 1889 غوزه‌پایه کشته صدرالدین نورس و پدر متوفایش خشک شده، مهنتشان تماما سوخته و برباد رفته بود. اما او هم از کشته اولین مهنت دهقانی خود، هم از جواری و هم از پلوکدو حاصل خیلی خوب و بسیار به دست آورده بود که آنها صدرالدین را از جبر قرض رها نمودند. خود عینی تصدیق می کند که از حاصل جمع آورده پلوکدوی آن ساله دکانخانه پدرش و 1 خانه 5 بالاره شان پر شده بودند. صدرالدین پلوکدوهای سرخ شده را برای فروش آماده ساخته به مدان خانه اشان جای می دهد و کدوهای نیمرس و خام را برای خوراکواری من بعده خودشان نگاه می دارد. عینی تفصیلی جمع آوری حاصلی از عادت بیرونی جواری کشته اشان را که حاصل اولینی مهنت دهقانیش بود با جمله های زیرین جمع بست کرده است. این حاصل از آن جمله حاصلی بود که کسی مانندش را تا آن زمان در دهه یاد نداشت. موسفیدان دهه این حاصلی بلند را دیده می گفتند که حاصلی اینقدر بلند خاصیت ندارد. انا همین حاصلی از حد افزون بود که سری سید مراد خواجه پدرم را خورد. من با وجود خردسالی به این عقیده راضی شدن نتوانستم. من بسیار ساده محاکمه می کردم. من در دل خود می گفتم پدرم مهنت کرده 1 تناب زمین را غوزه کشت. غوزه پایه خشک شده
مهنتش تماما سوخت. اما این بی‌حاصلی عمری او را زیاد نکرد. چرا حاصل خوب عمر او را کم می کرده باشد؟ صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 181. صدرالدین نورس در زمستان سال 1890 هر روزی بازار خژدوان، روزهای شنبه و چهارشنبه، 16 دانه کدو را به جوال انداخته به خر بار کرده به بازاری آنجا برده دانه دانه می فروخت. او در هنگام فروش کدوها صرفه‌کاری را از خاطر نمی برآورد. او برای بستن خر در سرای 2 پول نیم تین، هر دفعه در بازار برای تکجایی کدو فروشی 4 پول 1 تین خرج می کرد و 1 کلچه شیرمال را به 4 پول و قدر انگور را نیز به 4 تین برای خوراک خودش می خرید و خلاص. صدرالدین بعد از خرید و فروش برای برادران بیماری شفایابنده و صحت شوندهش سید محی الدین خواجه، سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه هر بازار 2 کلچه شیرمال را به نرخ 8 پول 2 تین خریده به خانه می آورد و آنها را می خورند. به همین طریقه می نویسد عینی: من در هر روزی بازار 22 پول 5.5 تین خرج می کردم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 182. غیر از این صدرالدین از بازار خژدوان هفته 1 بار نیم کیلو گوشت هم می خرید که آن برای قوت گرفتن و سلامتی و صحتیابی برادران طبابت یابنده‌اش مددگار خوب می گردید. از یک طرف عاقبت همین بیقراری ها، زحمت و مهنتی بی‌ایستی زیاد، خرید و فروش ها و غمخواری های صمیمانه و مهربانانه صدرالدین سببگار می شوند که سید محی الدین خواجه، سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه تدریجاً قوت گرفته صحت شوند و از تهدید مرگ نجات یابند. از طرفی دیگر فروش پلو کدوها به صدرالدین امکان می دهد که هم اندکی پول جمع کند، هم برای خودش و برادرانش سر و لباسی درکاری خرد و هم از بقیه پولی پلو کدو در بهار سال 1890 1 گوسفندی آچه بچه خرد. بعدها خود عینی در مختصری ترجمه حال خودم و در یادداشت ها این واقعه ها را به طور ذیل جمع بست کرده است. این حال پلو کدو فروشی از تیر ماه سال 1889 تا بهار سال 1890 دوام کرده از پول فروش 200 تنگه 30 سوم درآمد شد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه 24. عینی در یادداشت‌ها نیز همین طرز روزگذرانی آن وقتش را در بازار خژدوان و در هر روزی بازار 22 پول 5.5 تنگه خرج کردن و هر هفته نیمچه 500 گرم گوشت هم به خانه آوردنش را بار دیگر تصدیق کرده در آخر به چنین خلاصه می آید: بعد از آن که پولی کدو غن شدن گرفت، به خودم و دادرهایم سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه از بازار لباس خریدم. اکم
به قدری ضروری لباس داشت. بعد از همین قدر خراجات در بهاران از بقیه پولی کدو یک گوسفندی آچه بچه خریدیم. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 182. صدرالدین پس از فوت پدر و مادرش و در روزهای بیماری برادرانش سید محی الدین خواجه، سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه از روی مخاری به یک جوان 40 هنر کم است عمل کرده، در هنگام مریضی آنها هم دستیاری برادران را به جا می آورد، هم بازارگردی و خرید و فروش می کرد، هم هفته 2 بار حلوای تر می پخت، هم به آسیا جواری برده آرد می کرد، هم آشپزی و جامشویی می نمود، هم هفته 1 بار شوربا و آشی کشک می پخت، هم چاک و پاره لباسهایشان را می دوخت و در بیه می کرد و هم باز چندین دیگر کارهای درون و بیرونی خانه و حولی و زمینشان را به جا می آورد. همین طور به خلاصه نآمدن ممکن نیست که بعد از بی سرپناه ماندن اهل و عیار سید مراد خواجه از آخر تابستان سال 1889 تا آغاز تیر ماه سال 1890 سروری تمام اهل و عیار این عائله به عهده صدرالدین نورس می افتد و تنها با توسط مهنت حلال و پاک بی ایستی او معیشت خانواده اشان تأمین می گردد. خلاصه زیرین او در خصوص آن که او در این وقت هم به جای پدر، هم به جای مادر و هم به جای دستیار بود، به حقیقت واقعه های آن ماه و سالهای 1889 1890 پره موافقت می کند. من آن سال در عائله امان هم به جای پدر، هم به جای مادر و هم به جای دستیار کار می کردم. همانجا جلد 6 صفحه 182. برادر بزرگی صدرالدین سید محی الدین خواجه در میانه های زمستان سال 1890 ماه‌های ینور فوریه بعد از طبابت یافتن و قوت گرفتنش در دهه تبریان که از ساکتری 16 کیلومتر دورتر بود امام تعیین شد تا که در آنجا از خدمت امامتی اندکی هم باشد پول به دست آورد و از سال نوی تحصیلی 1890 1891 خوانشش را در مدرسه دوام دهد. شما گفتار 17 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.